تنها صداست که میماند. گنج شایگان. از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها. در پادکست سلیم ایوبزاد. سلام و درود به مخلصان پادکست گنج شایگان. بعد از پخش فصل اول از سلسله گفتاری فقط به خاطر صلح، بسیاری از شما خواهش کردید که این سلسله پرره در همین پادکست جای داده شود. اینک به خاطر اجرای این درخواست شما فصل دوم را در این برنامه نشر میکنیم. اگر فکر و ملاحظه دارید در زیر این برنامه در شرح‌ها بنویسید. خدا نگهدار. فقط به خاطر صلح، فصل دوم. زودروز جنگ تاجیکستان نامعلوم است، در حالی که آن شاید از زودروز صلح دیده به مراتب مهمتر باشد. کی، کدامین لحظه، در کجا؟ آیا در کابینت های بر هوا یا روی کرپچه های گرد دسترخوان؟ آیا در داخل کشور یا بیرون از آن، در شهر پرآدم یا روستای دور افتاده؟ آیا از یار یا اغیار یا هر دو؟ در کدامین مغزهای بیمار و تفسیده این نقشه ریخته شد و با کدامین زبانهای خونرنگ این امر داده؟ هنوز نامعلوم است. برخی حساب را از اولین مشت گریبان گرفته می آغازد و برخی از نخستین صدای تیر، برخی از اولین کشته شدگان و برخی دیگر از اولین سنگی که شیشه قصر حکومت را شکست. شیشه قصر حکومت عباره‌ای که از شعر آن روزها گفته شده شاعر تاجیک بازار صابر به یادها می رسد. سنگ کف مردم اگر در شیشه بینا زده، سنگ حکومت را ببین در شیشه دلها زده. در سوخت مردم غفره اصلا نداره منگله. وای از حکومت سوخت دل از حکومت پرگله. و از رقیبان بازار صابر دانشمند تاجیک، یکی از سران هیئت مذاکره کننده دولت در گفت و شنید صلح، ابراهیم عثمان میگوید از همان ابتدای رقابت‌های سیاسی آخر سال‌های 80 بوی و نفس جنگ کشور را فرا گرفته بود. تصفیه جنگ هنوز از سالهای 88 تا 89 در تاجیکستان آغاز شده بود. هنوز در زمان شوروی آغاز شده بود و واقع بهمن ماه سال 1990 دلیل به آن که اینا مقدمه همون جنگ بودند، یعنی نیزهای سیاسی هنوز اون وقت ابتدای گرفته بود. این عقیده را برخی از کارشناسان دیگر نیز پشتیبانی میکنند، ولی هیچ یک از آنها دلیل‌های قاطع پیوند این دو حادثه را پیش نمیگذارد. نورعلی دولت، تاریخ شناس تاجیک، تنها به آن اشاره میکند که حضور شوروی جنگ گسترده در تاجیکستان را برای یک مدت معین موقوف گذاشته بود. با شروع شدن واقعه فوریه در شهر دوشنبه جنگ شهروندی در کشور ما شروع شد، اما چون تاجیکستان در هیئت شورایی بود، با زور نیروهای نظامی که از دیگر جمهوری آوردن به تاجیکستان تا زمان پاش خوردن شوروی قیود شبگردی ادامه یافت و سال 1992 وقتی که تاجیکستان دولت صاحب استقلال بود، جنگ شهروندی شدت گرفت. اگر رویدادهای 12-18 فوریه سال 1990 را مقدمه جنگ عنوان کنیم، یعنی آغاز یک بحران ناگوار، چرا تاجیکان نتوانستند از آینده بدتر از بهمن ماه خود پیشگیری کنند؟ و هم آیا میتوان با کمال باور گفت که دو حادثه با فرق 2 ساله در میان، یعنی بهمن ماه خونین و جنگ شهروندی، از هم تفاوت زیاد دارند؟ یکی از فعالان اپوزیسیون، رئیس رادیو در حکومت مراسای ملی تاجیکستان، محمد علی حییت،
این طور میگوید: اگر ما سالهای 1989 90 را پیش نظر آوریم، سالهایی بودند که مردم تاجیک، ملت تاجیک داشتن بیدار می شدند و پای کسب آزادی و صاحب استقلال شدن از امپری ابرقدرت شوروی مبارزه ها می کردند. اولین نهادهای استقلال خواه آزادی پرست روی کار آمده بودند و این ترس را در وجود حزب حاکم آن وقت حزب کمونیست ایجاد کرده بود و حزب کمونیست در سراسر امپری شوروی سابق نقشه های سرکوب نمودن نهادهای آزاد بخش و استقلال خواه را طرح ریزی کرده بود و یک چنین تنر در تاجیکستان با دست حزب کمونیست تاجیکستان و کمک نظامیان روس عملی گشت. این عقیده را شخص تصدیق می‌کند که در آن سالها کارمند کمیته امنیت دولتی اتحاد شوروی در تاجیکستان بود. عبدالله نظروف پس از 2 سال رویداد بهمن ماه به نشریه مستقل چراغ روز تلفن کرد و گفت اطلاع و اسنادی دارد که به این حادثه ها روشنی می‌افکنند. وی آن وقت زیر اسم مستعار اظهار داشت که رویدادهای ماه فوریه سال 1990 را در تاجیکستان کمیته امنیت دولتی شوروی تشکیل کرده است و در واقع رهبریت تاجیکستان از چنین حادثه آگاهی نداشت. او دیرتر راضی شد با اسم و صدای خودش این را بگوید. برای نگاه داشتن نظام همان دوره چنین واقعه‌های خونین و خونبار را در دیگر مناطق در دیگر جماهیرهای سابق شوروی هم سازمان داده بودند. چون که به ما معلوم است واقعه‌های تیفلیس، واقعه‌های ینور سال 1990 شهر باکو، واقعه‌های ماه ایون سال 1990 در ویلنیوس که با دست خدمات‌های مخصوص نامبرانه که سازمان داده بودند در اونجا هم همین فاجعه همین رنگ بود. یکی از شرکت کنندگان فعال آن رویدادها سابق نایب سروزیر تاجیکستان بوری کریم میگوید در واقع آن حادثه ها یک هشدار به حکومت بودند، یک زمین لرزه ناگهانی و تکان دهنده که دریغ سبق نشدند راهی نوی در پیش گرفته شود. در عوض این برعکس فاصله میان مردم و حکومت به مراتب وسیع‌تر شد و بدتر از همه داغ خون در میان افتاد. بهمن ماه اثبات نمود که حکومت تاجیکستان آن وقته به داد مردم نمیرسد. در بهمن ماه حکومت به خاطر پایدار داشتن سیستم و حزب کمونیست و کرسی‌های خود خون ناحق ریخت. آن وقت 25 نفر هلاک گردید. کوتاه حادثه این است که 11 فوریه گروهی از اهالی شهر دوشنبه ترکیبش تا حال نامعلوم در یک نمایش اعتراضی طلب کرد به ارمنی‌های بازمانده زمین لرزه اسپیتک در دوشنبه منزل داده نشود. ولی شهرداری بعداً گفت نقشه دادن منزل به ارمنی‌ها در میان نبوده است. گفتند که این یک آوازه و بهانه بود. معترضان تا روز دیگر مهلت دادند و پراکنده شدند. 12 فوریه وقتی آنها دوباره جمع آمدند، نمایندگان حکومت به نزد آنها دیر برآمدند، در حالی برآمدند که ازدحام خشمگین شده بود و دست به زورآوری می‌زد. حکومت از روسیه نیرو وارد کرد و از تیر حربیان بیش از 25 نفر به هلاکت رسید. 13 فوریه ده‌ها هزار نفر به کوچه ها برآمد و در مقابل دیوار زنده حربیان روس قرار گرفت. Я не понимаю по-ихнему. Ну что они вот требуют, чего они хотят? در حالی که شاهدان زیاد میگفتند جوانان از تیر سربازان کشته شده اند، حکومت میگفت تیراندازی از میان خود ازدحام صورت گرفته است، زیرا حربیان گویا تیرهای بی‌گلوله داشتند. قهار محکموف رهبر وقتی تاجیکستان بعد از 15 سال حادثه نیز در صحبت با نشریه آزیا پلوس گفت اصلا در میدان کسی کشته نشده است، بلکه کودکی را که در کوهسار به هلاکت رسیده است آوردند و گفتند در شهر کشته شد. پس 24 یا 25 نفر دیگر چگونه کشته شدند؟ سه رهبر اول تاجیکستان زیر فشار مردم استعفای خود را اعلان کردند، ولی روز دیگر در جلسه وسیع فعالان حزب کمونیست از این رأی خود گشتند. به عقیده بسیاری ها این عقب نشینی رهبران با پیشنهاد و پشتیبانی مسکو به عمل آمد و از طرف رهبر حزب محکموف، رئیس پارلمان پلای و سروزیر هایویف یک اشتباه بالای اشتباه بود. یکی از راهگذران در روز 13 فوریه این طور گفته بود: بهانه اساسی
این ارمنی ها شده است، لیکن این اساس نه. اساسش این ناراضگی خلق درون است که رهبران ما کمتر وام خوردن در نزد خلق. حال اراتور نیستند، در بین خلق برآمده آنها را حبس کرده که عموما صحبت کرده، فکری خلق را گرفتنشون نسبتا کمتر. من مشاهده خودم، من همین را گفتم که من این بیدادگری ها، من شکستن تریزی در، من سوزاندن مگزین ها، این اغواگران آنها بیشتر همون اغواگران دزدان او بوشانه که بهانه کرده میتینگ رو بهانه کرده آنها در دیگر جای علاق سر داده دیگر کارهای کرده. پارلمان وقت تاجیکستان یک کمیسیون تأسیس داد تا رویدادها را تحقیق کند. با پیشنهاد نیروهای دموکراتی دادستان جوان سفرعلی کنجایف معاون رئیس این کمیسیون تعیین گردید. وی دیرتر گفت: با قدیم این چیزها البته یک ریشه معینی داشتند، یک شخصان تشکیل کننده داشتند، شخصانی به نقش گرفته داشتند و شخصان اجرا کننده داشتند. جناب کنجایف این سخنان را زمانی گفت که جنگ تاجیکستان به اوج خود رسیده، رویدادهای فوریه 90 را یک شوخی کودکانه نمودار می‌کرد. اما همصحبت ما آشکارا به مردمی به گفته خودش معین اشاره می‌کرد. ولی محمد علی حیید می‌گفت سببگار زوراوری نه مردم بلکه حکومت بود و نه حکومت جمهوری که به قول او اصلا صلاحیتی نداشت، بلکه حکومت در حال سکرات قرار داشته اتحادی شوروی. یعنی این طرحریزی از بیرون که نمی بود، حاجت به آوردن دیگران نبود. در تاجیکستان اون زمان از میلیسیا، از امنیت و از دیگر کارمندای وزارت‌های قدرتی کم نبودند، ولی بیرونی ها آمدن ما را سرکوب کردند. محمد ایاز نوجوانوف آن وقت وزیر کارهای داخلی بود و میگوید تشکیل کنندگان بی‌نظمی‌های سال 1990 به واسطه افراد خود در حکومت و حزب کمونیست از عناصر جنایی در کشور استفاده کردند. یک دشوری که دیگر کار دیگر دزدی میتونه، سیم دیگر کار تجاوز میکند، چهارم یگان چیزی او باشه میکند، همون را مخصوص استفاده بردن. این هم ما هم میگم که همون جاسوسای بیرون هم بسیار استفاده بردن، بعد اخمقی سستی تاجیکا را استفاده بردن. و جناب کنجایف میگوید کمیسیون کار خود را درست اجرا کرد، اما مقامات عدلیه نتوانستند از این یافته‌ها استفاده درست کنند. فکر میکنم که مقامات تفتیشات همون وقت نتوانست این گره را گشاید، نتوانست شخصان زیر پردگی را روشن نماید، نتوانست آن گناهکاران حقانی را معین کند و عدالت سودی را نصیبش گرداند. فکر میکنم که این تنها کمبودی مقامات تفتیشاتی همون وقته ما بود. ژورنالیست تاجیک و یکی از آسیب دیدگان رویدادهای فوریه 90 امام نظر خالنظر درباره کار این کمیسیون چنین گفته بود: همون کمیسیونی که با رهبری کنجایف تشکیل شده بود، همون کمیسیون کار خوب کرد. در همونجا حقیقت پوره هم نباشه 50 با 50 هست. اونجا عیبی محکم فهم گفت که حق نداشت که قیاد شبگردی و دیگه چیز اعلان کنه. پروندن آدما، مردن روی خط آدما همش بود. و خلاصه زیر موضوع را از سابق وکیل پارلمان تاجیکستان، بنیادگذار و رئیس سابق سازمان مردمی رستاخیز طاهر عبدالجبار میشنویم. تا به حال تشکیل کننده های همین حادثه، سبب های اون، مقصد های اون تشکیل کننده ها و کارگردانان این حادثه آشکار نشدند. هیئت حکومتی که تأسیس شده بود موضوع را پورا روشن نساخت. در جریان جلسه شورای عالی که گزارش همون کمیسیون بود، در اونجا تنها صفحه اولی گزارش خدا و به صفحه آخرش خواندن، دیگه چیزی نخواندن. نگاه بود به رویدادهای فوریه سال 1990 که میان مردم با نام بهمن ماه خونین معروفند. این بررسی برای آن ضرور بود آیا ببینیم چه پیوند میان آن واقعه ها و جنگ سالهای 1992-97 تاجیکستان موجود است. وقت تاریخ نگاران از روزها و ماهها و سالهای گذشته صفحه‌ها و فصلها و بخشها می‌سازند، به شباهت‌های اسپیرال تاریخ کم دقت می‌دهند.
مثلا با آن که هم تأسیس اتحاد شوروی و هم فروپاشی آن هر دو برای تاجیکان جنگ‌های خونین داخلی آورد. سال 1922 سال تأسیس اتحاد شوروی خونین‌ترین سال جنگ باسمچی در تاجیکستان بود. آن هم بعد از یک پیروزی کوتاه مخالفان روس‌های شوروی در بخارای شرقی. در این جنگ هدف بولشویکان این بود که بخارای شرقی از مرز کشور نو شوروی بیرون نماند. این خونریزی‌ها تا سال 1931 ادامه کرد. پژوهشگر قزاق سلطان اکیمبکوف می‌نویسد تاجیکستان در تمام دوره شوروی با سبب مرزهای مشترکش با افغانستان یک منطقه توجه مخصوص کرملین و بخشی از نظام امنیتی این اتحاد در جنوب بود. و طور معلوم نزاع‌های مانند بهمن ماه اساساً در همین گونه منطقه‌های استراتژیکی به وقوع پیوستند. رئیس وقت پارلمان شوروی و یکی از سران تبادلات گکچپ آناتولی لوکیانوف نامه را با امضای میخائیل گورباچوف نشر کرده بود که در آن سناریوی حادثه‌های مولداوا شرح یافته است. اما برای خود تاجیکان رویدادهای بهمن ماه نه تنها اهمیت کشور را برای مسکو به این شکل مدهش روشن کرد، بلکه تا کجا از هم جدا بودن قشر و طبقه‌های جامعه تاجیک را برملا نشان داد. معلوم گشت دوره شوروی نه تنها این قلمرو را با تبر جراحی کرد تا جمهوری‌های دلخواه خود را به وجود دارد و از جمله تاجیکان را از بخارا و سمرقندشان جدا کند، بلکه با همان تبر پیوندهای جامعه را بریده قشر و صنف‌های نو ساخت تا در خوری خودش باشند. آنگونه که دانشمند آمریکایی ایرج بشیری میگوید: به نظر من تاجیکان سوویتی پیگرد ساخت اجتماع جدیدی بودند برای چیزی که میگفتن انسان سوویتی. عده دیگه روشنفکران هستند که طبقه مخصوص به خود بودند. غیر از اینها تاجیکان ضد سوویتی بودند که از همان اوان کار با اجتماع سوویتی کاری نداشتند و خود را از این اجتماع کنار کشیدند و به جاهای دوردست رفتند و در اونجا البته مدارس خودشون رو همانطوری که بود برقرار کردند به صورت اسلامی. لباس و آداب و رسومشون همه اسلامی مونده بود. بغیر از این تفاوت‌ها تاجیکان خود را باز به شهری و دهاتی، شمالی و جنوبی، روسگرا و ملیگرا نیز تقسیم کرده بودند. خودبینی مضافاتی رهبران اول کشور که اساساً از یک محل یعنی خوجند شمال کشور بودند، سبب رشد نابرابر منطقه‌ها و اعتراض باطنی سرآمدان سیاسی جنوب کشور شده بود. پژوهشگر آمریکایی نایب پرزیدنت انستیتوت بین المللی مکالمه دوامدار رند سلیم میگوید فروپاشی اتحاد شوروی شرایط ظهور این اختلاف‌ها را به میان آورد. In my opinion, the main causes of the civil war in Tajikistan was a way to renegotiate the formula. به عقیده من سبب اصلی جنگ شهروندی در تاجیکستان راهی بازنگری فرمول بندی تقسیم قدرت در بین منطقه ها بود. به فکرم استاتوس کوای کهنه و حالت کهنه قدرتمندی سیاسی و اقتصادی یک منطقه به مقابل منطقه های دیگر اکنون دیگر قابل قبول نبود. به عقیده من این یک انقلاب بود تحت فشار دموکراتی منطقه های گوناگون که خود را حل کنندگان یک مکالمه تقسیم نو قدرت در کشور می‌شماریدند. To renegotiate the political formula for sharing power in the country. ولی خاورشناس فرانسوی الیویر روا که به حیث نخستین نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا در تاجیکستان جنگ زده خدمت کرده است، سبب‌های جنگ را یک چندگانه واحد می‌نامد و می‌گوید: من فکر می‌کنم که چند سبب وجود داشتند. یکی سبب مخالفت اکثریت مردم با سیستم سوویتی و کمونیستی که مردم میخواهند بیشتر آزادی. سبب دوم ملیت‌گرایی تاجیکی و سبب سوم مذهب اسلام. من فکر میکنم که این سه سبب یک جا شدند و به این خاطر اپوزیسیا تشکیل شد ضد کمونیست ها. اما یک مسئله دیگر بود این محل گرایی که مخالفت مثلا مردم کولا و مردم غرم چیزی که سیاسی نبود در ابتدا یک پدیده سیاسی شد در مرور زمان. پژوهشگر تاجیک زمیره یوسف جانووا در رساله‌ای که دانشگاه نوتردام از او نشر کرده است می‌نویسد فروپاشی اتحاد شوروی نشان داد که جامعه ظاهراً یکپارچه تاجیک در عمق تفریقه‌های مختلف قرار داشته است، ولی رهبران کشور مسئول بودند از رسیدن این اختلافات به مرزهای خطرناک جلوگیری کنند. Po
сравнении с другими центральноазиатскими странами можно видеть, что наше руководство не смогло именно... در ساز با حکومت‌های دیگری آسیای مرکزی رهبریت کشور ما ضعف نشان داد و نتوانست حاکمیت را نگاه دارد و می‌توان دید که در تاجیکستان آن وقت یک خالیگاه قدرت پیدا شد. این واکوم رقابت‌ها را تیز و تند کرد، اما این یگانه سبب نبود. مشکلات اجتماعی، رقابت‌های منطقوی و حتی سبب‌های تاریخی به مانند از تاجیکستان بیرون ماندن مرکزهای سیاسی و مدنی تاجیکان و غیره نیز بودند. مشکل این بود که همه این در یک وقت معین اتفاق افتاد و دخالت کشورهای همسایه نیز بود که به نتیجه نظام منفعت‌دار بودند و طرفهای معینی را در این جنگ پشتیبانی کردند. В ходе этого конфликта и они поддержали определенные стороны в этой войне. مایکل دویل از دانشگاه کلمبیا و نیکولاس سامبانیس از دانشگاه ییل ایالات متحده در کتاب خود جنگاوری و صلح آفرینی 151 نزاع مسلحانه جهان را تحلیل کرده نوشتند که جنگ عمدتاً به 3 علت امکان پذیر می شود. نخست رهبران بد، دوم همسایگان بد و سوم تأثیر بیرونی بد. منظور از تأثیر بد خارجی به نوشته آنها برخورد منفی دولت‌های همسایه و قدرت‌های بزرگ است. از آنچه کارشناسان ما لحظه پیش گفتند و هم از یادبود رویدادهای ماه فوریه سال 1990 می‌بینیم که در تاجیکستان هر 3 عامل به شکل برجسته وجود داشتند. اما خود شرکت کنندگان نزاع به چه عقیده بودند و مبارزه خود را چگونه شرح می‌دادند؟ پارچه از سخنان سنگک سفروف، رئیس جبهه خلقی تاجیکستان، مرد با سابقه 23 ساله محبس و سخنان در روبروی وکیلان پارلمان تاجیکستان در اجلاسیه خوجند. ما از اول تا آخر برای کنستیتوسیا، برای حق و حقوق دولت که خلق انتخاب کرده بود، نه اینکه برقرار کردن اسلام. برادران، هر یک کس باید فکر کند مملکت اسلامی با کی لازم است. اگر ما همه آدمایی که متخصصن زده از ریسپوبلیکا های کنیم با درغه کنیم که شما برآمده روید، با کی اینا مملکت اسلامی میخواهند ساختن؟ اگر با یاد داشته باشید رفیق دوستوف من همیشه شتگین شما در میدان آزادی از 2 تا کارسپاندنت از ایران، گریزندهایی که از ایران در فرانسه بودن، در میدان کاسیتشون گرفته آورده با همراهی پرزیدنت سفرعلی کنجایف همینجا بمید. بسیار برادرها گوش کردن برآمد قاضی کلام که ما در تاجیکستان ریسپوبلیکای اسلامی میسازیم، لکن من همین 2 ولایت لیناباد و ولایت کولاب اینا از سن 3 سالگی در خون اینا عرقه شدگی حزب کمونیستا هست. برای همین ما باید که اینا را تا 3 سالش نابود کنیم. سنگک سفروف اعلامیه‌های مطبوعاتی حاج اکبر تورجانزاده را که میگفت بنیاد جمهوری اسلامی در تاجیکستان در 50-60 سال نزدیک ناممکن است نادیده گرفت. ضمن این تورجانزاده با مؤسسان حزب نهضت اسلامی اختلافی نظر داشت. اما سید عبدالله نوری دیرتر در یک مصاحبه‌اش این طور گفته بود: آشکارا اعلام میکنم که من همچون یک روحانی، همچون یک مسلمان مبارزه نهضت اسلامی تاجیکستان فقط برای پیاده کردن یک حکومت عدل الهی در تاجیکستان است، چون مردم تاجیکستان هم زیاده از 90% همه مسلمان هستند، عقیده دارند. رژیم دموکراسی که میخواهند باید همین اسلام باشد، چون حکومت موافق طبع خواهش مردم. اگر طبیعت مردم خواهش مردم تاجیکستان را ما در نظر بگیریم، اونها مسلمان هستند، میخواهند که در یک محیط اسلامی زندگی کنند. ولیکن بعد تعلیمات 70 ساله رژیم کمونیستی مردم هیچ باور نمیکنند که اسلام میتواند که حاکم باشد و اسلام میتواند که مردم را از لحاظ اقتصادی بینیاز بگرداند، لااقل از لحاظ اقتصادی.
عبدالمجید دوستیف یکی از سران هیئت دولت در مذاکرات صلح در حالی که تأثیر بیرونه را به نزاع تاجیکستان رد نمی‌کرد میگفت برای آن که این تأثیر کارا باشد شرایط معین ضرور است. ما بسیار وقت صحبت میکنیم چرا دولت‌های مسلمانی نقطه‌های گرمند در دنیا و بسیار وقت به من اعتراض کرده میگویند که ما را جنگ میندازند و من و شما باید سر او قضاوت کنیم که چرا محض ما را میتوانند جنگ انداختن. آیا در ضمیر ما یگان حس جدایی بوده است که دشمنان ما را استفاده میبرند؟ اگر یک جایه همین مصیبتایی که از سر ملت ما گذشت از سال گویم 90 سر کرده تا امروز همین چشم ما را نکشایه، پس ما حق همچون ملت و همچون دولت صاحب دولت باقیمانی نداریم. سابق رهبر اداره مسلمانان تاجیکستان و رئیس هیئت اپوزیسیون در گفت و شنید صلح حاج اکبر تورجانزاده میگوید واقعا مفهوم استقلالیت تاجیکستان محک معین کننده طرفها بود و کشورهایی که سلاح و مهمات داده بودند خواستهای خود را داشتند. از این خاطر هم فرانت خلقی با بیرقی زیر پرچمی سرخ می جنگید، برای برقرار کردن اتفاق سوویتی می جنگید. اصلا اونها ضد استقلالیت تاجیکستان بودند. من حیران هستم که چرا امروز اینا رو همه فراموش میکنن. همون کادرهای فیلم‌های حجتی همون زمانه رو ببینن، همه بیرق سرخ داشتن، میگفتن ما SSR رو برقرار میکنیم. و اون قشر جوانهایی که با نام اپوزیسیون متهم شده بودن، این همونایی بودن که بیدار بودن، خودشناس بودن، خودشناسی ملی داشتن، خودشناسی دینی داشتن. میخوان احیای فرهنگ ملی و احیای فرهنگ دینیشون در سرشون همین هواها بود. و رو آوریم به شهروندان عادی که آیا نظر آنها درباره انگیزه های جنگ تاجیکستان چیست؟ دو متاق از همدیگر رو فرق میکردن، متوی سفید و متوی سرخ در سر میموندن و زیر همدیگری دشمنی. بعضیا فکر میکنن که گروه های مخصوص بود اومد جنگ تحمیل کرد. من فکر میکنم که عیب خود ما بود، عیب معرفت ما بود، به فرهنگی خود ما بود، ندانستن قدر وطنداری بود و همه این عامل ها در یک جایگی شاید سببگار آن شد که ما خانه خودمون اداره کرده نتوانستیم و جنگ سر شد. من فکر میکنم که برادران روس ما برای در تاجیکستان زمینه جنگ مهیا کردنم یک نوع خدمت کردیان و دیگر دوستان ما در ناخنک در اینجا خدمت کردیان. نمیدونم این بخالم که همیشه آدمون که یک کس گپش به گوش کرده، همین تک میگن که اروسا فناتیک بوده. من همین یک کس گپ زند همونا روحش کتی میرن. من همین بیسوادی، من همین نخوندگی یک وای که همین روح میرنده، همین یک تا گپ زنی، یک کس اگر گپ زند، اگر همین آدم گپ زند که همین خیلی روح کتی شما وای میکنی تو گودگر همونا میرن پشت همون آدم. یعنی سبب این همگان میدونن که وقتی که اتحاد شوروی شد همه دولت ها با یک بنبست اقتصادی اجتماعی دچار آمدن و خصوصا تاجیکستان. در این دوره در تاجیکستان بسیار حزب‌های سیاسی بودند که همه اون حزب‌ها یک مقصد داشتن، به دست آوردن حاکمیت دولت. ما از امین به جنگ گرجدانی آورده رساند. نظر برخی از شهروندان عادی تاجیکستان: شاید به همین سبب زمانی که سازشنامه صلح در مسکو به امضا رسید، تبریک‌ها به عنوان طرف‌های تاجیک یک اندازه احتیاطکارانه بودند. میگفتند اگر حتی صلح به دست آید هم فرصت درازی را خواهد خواست، زیرا شماره زیاد قربانیان سبب زیادگی کین و عداوت است و قبول مفکوره تضادآمیز همدیگر از آن مشکل‌تر. ثانیاً خرابی‌های زیاد جنگ یکجا با بحران شدید اقتصادی و اجتماعی شرایط معتدل زندگی را اکنون دستنارس کرده بود و قدرت‌های بیرونه تنها در حال این صلح را خلل‌دار نخواهند کرد که استاتوس کوا به منفعتشان باقی بماند. پایان فصل دوم از سلسله فقط به خاطر صلح، برنامه بخشیده به 10مین سالگرد امضای سازشنامه صلحی تاجیکستان. در بخش بعدی تلاش‌های رسمی و غیر رسمی آغاز گفت و شنید، از نهضت تا اتحاد،
نخستین ملاقات روبرو